من این راه دوست ندارم تنها باشم، پس بد نیست تو کنارم باشی. این همون انسان دو قطبی یا چند بعدی هستش که بهتون گفتم. بلا تکلیفی ذهنی عمیقی داره، عنصرش میتونه آب یا هوا باشه. اگر عنصرش خاکه پس کسی هست که نزدیک به متولدین عنصر آب و هوا هستش و کسی هست که به شدت زخم‌های گذشته رو تکرار میکنه. یعنی آدمی که اگه یه بار دعواتون شده هر روز این تکرارش میکنه، هی هر روز میگه، هی هر روز به روت میاره، هی هر روز انگشت تو به سمتت میکشه. خیلی خودمختار احساسیه، یعنی فکر میکنه که من تکه‌ای از آسمان به زمین افتاده، هر کار دوست دارم با تو میکنم، تو هم فقط مثل یک برده و اسیر به حرف من گوش میدی. انسانیه که متاسفانه اختلال دو قطبی تا حدی در زیاده که حتی رنگ مشخصی رو دوست نداره. یعنی اینکه اینجوریه که همه رنگ ها، من خودم همه رنگ ها رو دوست دارم، ولی اینجوری نیستم که یه روز بگم قرمز رنگ